جنگل‌های هیرکانی، تالار کهن طبیعت که قدمت آن به عصر یخبندان باز می‌گردد، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شجاعت مدیریتی است، نه لفاظی‌های سیاسی. ادعای دولت 14 مبنی بر اولویت بخشی به محیط زیست با هر شعله‌ای که در این پهنه سبز زبانه می‌کشد به شدت زیر سوال می‌رود. نقد اساسی به جای آنکه متوجه نیت‌ها باشد، باید بر عملکرد و توان اجرایی متمرکز شود. اگر ابزارهای داخلی سرمایه‌های ملی را از تبدیل شدن به خاکستر نجات نمی‌دهد، انکار هر گونه کمک تخصصی خارجی به بهانه حفظ استقلال عملیاتی خیانت به آینده محیط زیست است. این سرمایه‌های طبیعی فراتر از مرزهای سیاسی تعریف می‌شوند و آتش‌سوزی‌ها نیز نیازمند همکاری‌های فنی سریع و بدون درنگ است. سیاسی کردن عملیات حیاتی اطفاء حریق، تبدیل حیات بخشی به امتیازگیری سیاسی بهای سنگینی دارد که طبیعت هیرکانی در حال پرداخت آن است. درخواست استمداد از سازمان‌های بین‌المللی یا کشورهای مجهز به تکنولوژی‌های اطفاء حریق نه نشانه ضعف، بلکه اوج بلوغ مدیریتی و درک عمق فاجعه است. ادامه دادن به این انفعال به معنای فروختن ذخایر ژنتیکی و زیست محیطی به قیمت یک دستاورد کوتاه‌مدت سیاسی است. حقی که دولت برای آن باید به نسل‌های آینده پاسخگو باشد. حفظ این میراث اکنون نیازمند کنار گذاشتن غرور و پذیرش واقعیت عریان است که آتش تفاوت میان دولت متخصص و دولت نمایشی را به وضوح نشان می‌دهد. کیانوش حاجت‌پور بیرگانی، مدیر مسئول پایگاه خبری منبع خبر. خاموش کردن ای الله نبونه به والله نبونه به پیر به پیغمبر نبونه